سلام به بچه عزیز کانالمون ایکس مانی ایکس. بچه ما امروز اومدیم یه حرکت به شما یاد بدیم که بتونید ایمیل بی نهایت بسازید. این حرکت فقط برای گوشی سامسونگ جواب میده، برای گوشی شیائومی احتمالش خیلی کمه. لینک آموزش ایمیل بی نهایت برای گوشی شیائومی هم این بالا براتون قرار میدیم. بچه اول شما باید بیاید روی حالت هواپیما بذارید برنامه رو، گوشیتونو ببخشید که 1 دقیقه روی حالت هواپیما باشه که آی پیتون تغییر کنه. بچه شما اول بیاید برنامه ایسلند رو نصب کنید، این برنامه ایسلند که بتونید یکی دیگه از این اینترنت سامسونگ داشته باشید که راحت تر بتونید بسازید که ضبط‌دری عوضشون کنید. شما وقتی گوشیتون روی حالت هواپیماست بیاید اطلاعات برنامه رو کلیر دیتا کنید. حالا ما کلیر دیتا کردیم. وقتی کلیر دیتا کردید برنامه اینترنت سامسونگ هم اینترنتتون حتما باید 1 دقیقه تموم کرده باشه که آیپادتون تغییر کنه. بچه ها از این ایسلند هم که گفتم وقتی دانلودش کردید یکی دیگه از این اینترنت درست کردید، مثل همین روش وقتی از این اینترنت سامسونگ اصلی درست کردیم اینو قطع کردیم، باید دوباره بیایم اینترنت سامسونگ اصلی رو کلیر دیتا کنیم، همین اینترنت سامسونگ رو کلیر دیتا کنیم، بعدش بریم روی همین سامسونگی که برنامه ایسلند برای ما درست کرده روی اون امتحان کنیم، بعدش دوباره بیایم روی این. باید دوتا یک اینترنت اصلی یک اینترنت کپی، یک اینترنت اصلی یک اینترنت کپی، باید اینطوری انجام بدید که بتونید ایمیل بی نهایت بسازید بچه، وگرنه نمیتونید. از همین روشی که میگم راحت میتونید ایمیل بی نهایت بسازی واسه خودت. بچه یه خواهش دیگه از شما دارم که گزینه سابسکرایب و زنگوله کنارش هم فعال کنید. الان 1 دقیقه ما تموم شده، بریم ببینیم چیکار میکنیم. الان آی پی ما تغییر کرده بچه ها. شما میایید داخل برنامه اینترنت، ادامه رو میزنیم. اکنون خیلی بچه این اینترنت سامسونگ همه گوشی های سامسونگ خودشون دارن. شما اول باید بنویسید gmail.com. مال گوشی شیائومی واقعا خیلی آسان تره، مثل اینشون نیست دنگ و فنگ زیاد داشته باشه. یک اسم الکی وارد میکنیم، یه سال وارد میکنیم. این حرکت برای گوشی شیائومی واقعا احتمالش خیلی کمه. 4 رو میزنیم، بعدی رو میزنیم. الان ما زدیم ببینیم درست میشه برای شیائومی یا خیر، فقط برای سامسونگ. الان بچه خودتون که دیدید اصلا گزینه رد شدن واسه من نمیاره و به اجبار هم باید شماره وارد کنیم، اما برای گوشی سامسونگ این حرکت عملی میشه. گزینه رد شدن همینجا میاره واسش، میتونه ردش کنه و به رابطه بفروشه ایمیلشو. بچه یه خواهش دارم از شما که کانال ما رو حمایت کنید بچه، ما همه چیزمون واقعی هستش. بچه مثلا اگر از این اینترنت درست کردید، الان مثلا اینترنت کپی اینجاست، روی همون دیگه اینترنت کپی درست کنید، بعدش دوباره بیاید روی اینترنت. باید این حرکت رو برای هر ایمیلی که ساختید انجام بدید. وقتی هر ایمیلی درست کردید میاید دوباره کلیر دیتا میکنید روی حالت هواپیما روی 1 دقیقه باشه، بعدش دوباره میاید روی اینترنت کپی انجام میدید. روی اینترنت کپی که انجام دادید اینترنت کپی رو کلیر دیتا میکنید، میاید روی اینترنت اصلیتون انجام میدید. ممنونم از حمایت گلتون.